سلام دوستان، خوش اومدی به کانال تک فارسی یک. بعد یکی از بچه ها کامنت گذاشته بود و خب راه حلای دیگر رو توضیح بدیم. ببین همون دوست عزیز، خب یه چیزی بهت بگم، همونجور که شماره مجازی من اینجا جیمیل رو دارم دور میزنم با شماره فیک، مطمئن باشه چیزی راه حل دیگه هم وجود داره. فقط شما اگه بری اون ویدیوی ساخت جیمیل عمو ببینید چندین تا راه حل داره توش بیان میشه. و خب مشکل من اینجا نیست که من بیام این راه حل رو توضیح بدم، یعنی نه اینکه دلم هم نخواد، ولی برای شمایی که داری اینجا میخوای انجام شده، اون سیستم امنیتی گوگل یه جوریه که خیلی سریعه. خب مثل سیستم اداری کشور ما نیست که مثلا بیام من خب یه ویدیو بگذارم اینجا مثلا راه حل عبور از یه چیزو به یاد بدم. حتی من با فرماندارم تا صحبت کردم، خب اصلا هیچ بها دادنی وجود نداره. خب اینجوری بهت بگم، وگرنه من خیلی راه حل قشنگ دارم ارائه میدم که شما از خیلی چیزا عبور کنی، نه فقط بحث جیمیل و اینا. خیلی از حسابا اکانت‌های مالی براتون باز بشه، در صورتی که شما چسبیدن فقط به این که یه چیز نه غیر قانونیه داخل کشور ما. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که 4 تا آدم اومدن قسمت غیر مجاز ازش کردن. ولی شما ببینید انقدر قشنگ میشه که یه سری چیزا رو دور زد، درآمد خوبی هم داشت واقعا. چرا نشه؟ مثلا کسی که داره تو فارکس کار میکنه، گلوبال مارکتینگ، خب وقتی قرار 10 نفر با هم دیگه همزمان حساب مالی داشته باشن، این 10 نفر حساب مالیشون روی حساب مثلا روی یک حساب میشه دیگه. یه نفر معرف باشه، اون دیگه مثلا اون معرفه خب بیاد اینو معرفی کنه، اینو یه نفر از اینا خراب کنن، کل حساب مالی اینا مسدود دیگه. قبول کنی؟ خب تو فارکس اینجوریه، 10 نفر اگه باشن، یک نفرشون اگه یک اشتباهی بکنه یا آی پی بیفته، کل این 10 نفر چی معرفه‌هاشون کلا مسدود میشن، بلوک میشن و همه حساب مالی که وجود داره خب بلاک میشه. پس بنابراین یه چیزی که ما بتونیم 10 نفر با هم استفاده کنیم خوبه، یه ایده خیلی خوبه. اما مشکل اینجایی که کسی استقبال نمیکنه. من بیام این ویدیو رو اینجا قرار بدم آقا راه دور زدن فلان، بعد راه حل جدید ارائه کنم، بلافاصله این سیستم پایین اسک بزن، قسمت اسک بزن، نوشتم زیر کامنت ها اسکو که میزنی اونجا دقیقاً میاره چیکار میشه، میاره آقا مثلا خلاصه این ویدیو فارسی یا انگلیسی زیرشه. بلافاصله این شما ویدیو رو گذاشتی همون بگو 2 دقیقه بعدش خلاصه انگلیسی زیرشه و سیستم‌های هوش مصنوعی قوی دارن، حتی لهجه آنالیز همه چیزو دارن. خب شما وقتی که بیای ببینی با چنین سیستم قوی بلافاصله تو ویدیو رو گذاشتی آنالیز شد. این ویدیو ساخت جیمیل من آنالیز شد، امنیت گوگل به این درجه رسید که آقا شماره مجازی رو خیلی سختگیرانه‌تر داره باش رفتار میکنه. حتی میاد میگه آقا خب شما فقط از این گوشی استفاده کن برای مثلا ساخت جیمیلت. خب ببین داره سختگیرانه‌تر شه. پس من اگه بیام اینجا وبسایت گلوبال داد بزنم که آقا این روش جدید ساخت جیمیل، مطمئن باش تمام اینا مسدود میشه. خیلی از ویدیوهای داخل یوتیوب هم فیکه واقعا. خب من 60 تا ویدیو آماده کردم، خوردیم به قطعی برق، جنگ فلان اینا، خب قطع شد، اینترنت قطع شد، برق هم نداشت، الان 2 ساعتم بعد قطع هر روز. ببین 60 تا ویدیو آماده کردم. شما اگه بری ویدیوهای داخل کانال من رو نگاه کنی دونه دونه شو، می‌بینی دارم من یادتون میدم چیکار کنی. وقتی اونجا میزنه don't support in your current location، داره اونجا بهت میگه آقا تو مکانی که شما هستی ساپورت نمیشه، یه راه حلی پیدا کن. مکانو داره بهش گیر میده. چقدر دیگه قشنگ‌تر میشه. ببین من دارم آنالیز میکنم این جیمیل کجایه، دارم میگم 10 تا جا نباید جیمیلتون باشه. خب تو این 10 تا جا نباید باشه. خب شما اگه بری ویدیوی منو نگاه کنی، خلاقیتت باز، ذهنت باز میشه که یعنی مثلا این راه حل من بدم. خب میدونی مشکل بچهای ایران چیه؟ اصلا کار نمیکنن. خیلیشون اصلا کار نمیکنن که یکم ذهنشون باز شه بچه من این کارو بکنم. گرفتی چی شد؟ یعنی بچهای ایران واقعا کار نمیکنن. اینجوریه که مثلا آقا یه دلالی ما کار فنی که بخوام، کار عملی که بخوام انجام بدن واقعا انجام نمیدن. اینجوریه داستانشون. یعنی چه خودریش اینه که شما مثلا بیا ویدیوهای داخل کانال نگاه کن، ببین بس وقتی که میشه مثلا با یه چیزی دوره زد، خب به راه حل دیگه هم میشه براش بیان کرد. ولی مشکل من اینجا نیست که آقا من ببین ویتوره ها یه زمانی این دوستمون که داره پشت بین کار میکنه اینو تایید میکنه. این دوستی که پشت بین کارمند داره خیلی هم کارش درسته، واقعا من قبولش دارم. من بهش نمره 20 میدم واقعا. از دوستان برقم هست واقعا من پرسیدم. ببین یه زمانی این کانفیگایی که داریم میفروختیم اصلا عجیب لوکیشن رو میآورد روی خود کشورهای که مشکل داشت نشون میداد. خب
پس اون ویدیوی من که روی روتر گفتم کانفیگ کنی، اون داره یه جایی توی امنیت کلی داره آنالیز میشه که چطوری این مثلا دو تا سروری که تانل خوردن رو مثلا پیداش کنن، اینو مثلا به مکان اصلی تو بتونن بهش برسن. گرفتی یه دونه چیز سیستم که استفاده نمیکنه گوگل داره یه جزء قوی ترینه، داره از همه چیز استفاده میکنه. جیمیل شما رو 10 تا دستگاه یه دونش اشتباه کنی رفته اکانتت. خب بعضیا وارد فارکس میشن میگن خب خدایا من دیگه شروع کنم مثلا ترید زدن، من حساب مالی بیت کوین بخرم فلان کنم، نمیدونم مال بیت کوین مال بایننس اینا، شروع میکنه تو فارکس کار کردن، نفت بخرم فلان بخرم اینجوری کاری بکنم. بعد منتها یه چیزی رو یادش نیست که شما باید از لحاظ تکنولوژی هم بری باهاش با کامپیوتر ترید میزنی. شما یه اصول خاصی رو باید بدونی. من سال اولی که شروع کردم، من نزدیک 1 سال اول که شروع کردم این چیزا کسی نبود من بگه. بعد رفتم جلو، نزدیک من کانال انگلیسی داشتم، کانال فکر می‌کنم تکس 010 بود دیگه، کانال تکس 17. کانال تکس 17 فکر می‌کنم نزدیک 600 700 تا سابسکرایب همون اولش تو 6 ماه اولش که نزدیک 1000 تایی شدن بود. خب با انگلیسی تازه. بعد مشکلی که داشت اون بود که من نمیدونستم آقا مثلا این چیزی کانفیگ مثلا دارم میدم عنوان بگو یک وی پی ان بود نام نیکوره، انقدر سی پی یو رو درگیر میکنه. جدا از اون مثلا لوکیشن رو داره. ببین وقتی که بلد نباشی خب خسارت سنگینی میدی. بعد اون کارو یه سری قوانینش بوده، رول داره. مثلا شما الان کانالی که استرایک میخوان لازم مثلا حساب مالی رو حساب مالی هم شاید تصویر یک کانالی 3 تا استرایک بخوره، حساب ادسنسی که اونجا وصله به 10 تا دیگه هم مثلا من وصل شده، حساب ادسنسش مورد دار میشه. اون 10 نفر دیگه هم که تو زمین مالی بین یه دونه حساب وصله، همه اینا مشکل میخورن. شاید دیگه 10 تا حساب همزمان بند شد. خب بنابراین باید فکر کنی، خب بنویسی، مثلا آنالیز کنی، آقا راه حل بدی، خلاقیت داشته باشی. ببین بعد یه چیزی هم نترسی. من الان سومین کانالی بود که مثلا داشت مشکل، کانال دیگه من یه کانال دیگه لینوکس تک 0 بود، اینم کلا چی شد، لوکیشن خورد بهش. چرا؟ چون اون داستان نیکوره ها پیش اومده اینا. ببین شما نباید بترسی، باید بری جلو، ریسک کنی، انجام بدی، شکست بخوری، آنالیز کنی، بگی این دفعه این کارو میکنم، این دفعه این کارو. ببین انقدر قویه خب، ولی از اون قوی‌تر بچهای داخل خود کشور ما هستن که ببین یه سری چیزا رو دور میزنن، واقعا قویان. بنابراین راه حل وجود داره. ما خلاقیت چرا کمه؟ چون شما بهتون عادتتون دادن آقا این چیز مثلا این موز، چون آقا یه نفر آقا اومده با این دزدی کرده دیگه، این موز دیگه از این فردا یه به درد نمیخوره. این باز میشه جلو خلاقیت منو بگیره. خب شما چه علتی مثلا فلان نت مشکل داره؟ چون آقا یه نفر اومده باش مشکل خلاف کرده دیگه. خب بقیه چه ربطی داره؟ الان مثلا یه نفر یه خلاف نکنه، اون آیا ببین جلو خلاقیت گرفته هست. خب من میرم وارد مثلا رشته معلمی یا هر چیز دیگه هم بخوام بشم، همینه. جلو خلاق از بالا دستور میدن تو این کارو بکن. ببین یکی از چیزایی که ما داریم داخل کشورمون، ببین من اینجا آنالیز میشه بلا فاصله، زیرنویسش هست، فلانش هست، همه جاست ویدیو آنالیز شده، امنیت شوشات ببرن مثلا توی یه ماه دیگه شاید مثلا یه تغییرات نوزاری عجیبی بدن روی گوگل، خب روی جیمیل اینا. ولی این انقدر سرعتش بالاه، نه مثلا سیستم داریم ما که 3 ماه میریم دیگه چرا اینترنت قطع، آخرش هم میگن دلمون خواست قطع کنیم. نه واقعیتش اینه، میگن آقا مثلا ببخشید دست ما نیست. خود فرماندار میگه آقا دست مثلا من مثلا نامه نوشتم فلان کردم، پیام دادم به نهاد امنیتی گفته نه. ببین برای هیچ کسی تفاوت قائل نیستم، برای منی که اینجا میشینم، برای کسی که استاده، برای خود فرماندارم اینترنت نداشت. بس بنابراین چیزی رو حل نتونستیم ما بکنیم دیگه. اما خلاقیتی وجود نداره. شما بگو اینترنت قطعه، چیزی رو میخوای خلاقیت داشته باشی. یه سری چیزا ببین توی یه سیستمی داری بزرگ میشه که ذهنت بسته است، بنابراین راه حل وجود داره. خب چون یه سری آدم عملا خراب کردن، آقا دیگه ذهنش سمت اون چیز نمیره. چرا مثلا آقا شما فکر می‌کنید راه حل وجود نداره؟ با سخت ترین راه حلا خب میتونی مثلا یه سری چیزا رو حلشون کنی، خب و درآمد خوبی داشته باشی. شما فقط میگی آقا نه من ذهنم فقط گیر کرده که این داره این ارور رو میده. اونجا که آورده مثلا شما بگو آقا با شماره بساز، خودت با ایمیل بساز. اصلا شماره رو دفعه اول نچیری من تونستم اینجا اکانت درست کنم برای شما. تو این ویدیو قبلی ساخت جیمیل آسان شد. چطوری تونستم دیگه گوشی رو برداشتم، یه راه حل دیگه، یه روش دیگه. لازم نیست که مثلا توی مرورگر که من اخطار بده. مرورگر کامپیوتر وقتی داره میبره امنیت رو داره میبره سمت گوشی، شما برو باهاش سمت گوشی.
بعد این یه چیزی هم بهت بگم کلیت قضیه، ببین میخوام بریم روی صفحه ادامه این ویدیو قبلی هم بهت نشون بدم چون تایم داره میره بالا. خب نمیخوام تایم ویدیو خیلی بره بالا. ببین یه ویدیوی در ادامه همین هست، میریم روی صفحه و من نشون میدم چقدر سختگیرانه شده. دوستان حتما یادتون باشه زیاد تلاش نکنید. اونجا تو قسمت اصل این زمانی که من اومدم ویدیو قبلی رو نوشتم نوشته don't try so much. مثلا پایین ویدیو من اگه نگاه کنید اونجا نوشته زیاد attempt نکنید، یعنی تلاش نکنید. یکی از راه حلایی که بتونید راحت جیمیل بسازید اینه که زیاد تلاش نکنید. بعد دفعه اول کار رو یکسره کنیم، تمامش کنید، برید دنبال کارش. و خب بریم که یه بخشی از اون امنیتایی که ایجاد شده رو ببینیم. روش سختگیرانه تر میشه هر بار ترای کنید تا برسه به کپچا کد که میگه آقا باید شما صفحه گوشیتون رو باز کنید. بعد صفحه گوشیتون رو باز کنید دوباره فون نامبر میخواد، حتما باید فون نامبر بدین. اونجا گوگل جلو نمیره، انقدر اذیتتون میکنه که میگه بی خیالش دیگه آقا من نمیخوام. در این حد اذیت میکنه. خب من اینو یه نکس میزنم. خب من نکس زدم. میگه یه پسورد انتخاب کن که شامل اعداد، حروف یا ترکیبی از اینا باشه. خب معمولا ببینید ترکیبی از اعداد و حروف و سیمبوله. مثلا شما یه A بزنید اینجا، یه درصد بزنید، 1 2 3 4 5 6 بزنید، دوباره میتونه یه بزرگ هم بزنید. خب این میشه یه مثلا پسورد خوب که شامل یک اعداد یا کاراکترها هست و شامل این اعداد انگلیسی، بعد اون حروفش هست و این سیمبل ها مثلا درصد و علامت تعجب و اینا که کاراکترهای صفحه کلیدی از عدد 1 تا 9 میشه. توی گوشیتون هم دارید. خب من نکس رو میزنم. خب گفته create a strong password. خب من زدم یه پسورد قوی ساختم برای این جیمیلم. بعد این پسورد رو حتما یادتون باشه که بنویسید عزیزان روی کاغذی. خب ببینید اینجا خب چیزی که بهتون گفتم سختگیرانه تر شده. شما اینجا بعضی موقع شماره خودتون رو بسید قبول نمیکنه، شماره مثلا وریفای شماره نامبر چی میخواد. ولی چیزی در نظر داشته باشین دوستان، چرا این برای من اومد؟ چون قبلا تلاش کرده بودم. اگه شما تلاش نکرده باشین دفعه اولی که میاد توی صفحه confirm you are not a robot، یعنی شما آقا مثلا ربات نیستین، توی صفحه دیگه نمیوردین صفحه که شما بخواید وریفای نامبر داشته باشید. بلا فاصله چیکار میکرد؟ بعد از این که شما وارد این صفحه شدید خب میومد خب دیگه شما رو نماز نمیخواست و میرفتین جلوتر و تاییدم میشد و همه چیزش هم اوکی بود. یعنی این که شما ازتون شماره نامبر میخواد بسته به تعداد دفعاتی که تلاش میکنید. هر چقدر تعداد تلاشتون رو گوگل برید، گوگل سیستم امنیتش رو لول بعدی میبره. مثلا میبره اول لول آسونه. خب شماره نامبر نمیخواد یه چیزی هم میدی و یه راه حل مثلا گذاشته پایینش. دفعه دوم شماره نامبر میخواد، دفعه سوم QR کد میگه اسکن کنید که مثلا صفحه پترن گوشیتون رو باز کنید. هر دفعه دیگه سختگیرانه ترش میکنه. خب مثلا شما ببینید این کشورهایی که اینجا وجود داره، ببینید خب ببینید اینجا تمام کشورهایی که وجود داره شما اینجا دارید میبینید. خب ببینید مثلا اینجا شماره انتخاب میکنم، مثلا شماره پیش‌فرضی رو من 915 567 8987. خب ببینید اینجا من چند تا اینجوری شماره دادم و نکس میزنم. خب ببینید the phone number cannot use for verification. ببینید اون چیزی که من توی ویدیو بارها بهتون گفتم سختگیرانه تر شده واقعا. ببینید شماره‌های مثلا ایران قبول نمیکنه. خب ببینید این یعنی لول امنیتش مثلا یا مثلا سختگیرانه‌تر، تحریم‌های بیشتری اعمال شده. ولی شما اگه مثلا یک شماره دیگه به عنوان مثال از یک کشور دیگه بیارید مثلا استفاده کنید، شاید این اصلا باش مشکل نداشته باشه. ببینید خب این چون تعداد رقماش مثل ایران نیست که مثلا 9 تا رقم باشه، ولی شما شماره آلمان بدین، شماره کشور دیگه بدین، اینجا از این مرحله هم رد میشه و اکانت پس شما ساخته میشه.
اما داستانی که هست، آیا من اینجا اومدم تو این داستان و گیر کنم؟ خب بله، اینجا دیگه ببینید شما نباید، اینجا من دارم از نسخه شبیه ساز استفاده میکنم. شما اگه گوشیتون استفاده کنید اکانت نداشته باشید، من خودم تست کردم، خب برای خودم من اکانت ایجاد کردم، شماره تماس اینجا نمیخواست. بسته به تعداد دفعاتی که شما دارید تلاش میکنید دوستان، امنیت گوگل میره سطح 2، سطح 3، سطح 4، سطح 5. خب امنیت این میره بالاتر بالاتر بالاتر. اونم به خاطر اون ویدیویی که من ساختم متاسفانه من نمیدونستم که خب ویدیو دیده میشه. و خب دوستان یاد بگیرید پس دفعه اول کار ساخت اکانت رو تموم کنید که اینجا شماره تماس هم حتی نخواد. چون اینجا اگه شماره تماس بخواد یه سری از کشورها شده رفته تو حوزه تحریم و یه سری مشکلات براش پیش اومده و خب اینجا پس ما نمیتونیم اکانت رو اینجوری راحت بسازیم، بعد اون شماره ها رو داشته باشیم و خب بالاخره سختگیرانه تر شده. میخواستم ببینید تا اینجا بعضی محله که نکس زدیم دیگه اکانت واسه شما ساخته میشه و میاد روی قسمت گوشیتون. ولی چرا تو این قسمت برای من رد نشد؟ دلیلش اینه که من چندین دفعه با این شبیه سازه و اومدم تست گرفتم، کار کردم و همین یک خورده حساس ترش کردم گوگل. هر چقدر شما گوگل حساس تر کنید این مراحل ساخت جیمیلتون سختگیرانه تر میشه دوستان. بعد از اینکه اینو مثلا خب انجام دادین و نگذارین دیگه میره تو مرحله بعدی و فینیش میشه و اکانت میاد توی قسمت کجای شما ببینید میاد اینجا. خب میره توی قسمت ستینگ، دوباره اینجا بهتون اکانت اضافه میشه. ببینید اینجا اکانت هایی که دارین اضافه میشه توی جی. و خب حالا که شما اکانت سازی تو تلگرامتون اگه 2 تا شماره داشته باشین استفاده میشه، بعد تو قسمت پلی استورتون استفاده میشه، تو قسمت مرورگرتون ببینید این مرورگر کرومه. خب این قسمت بالای این قسمت تو صفحه شما ببینید اینجا مثلا من گوگل که تایپ کنم اینجا قسمت گوگل هم ببینید اینجا ساین این زده. اینجا شما دیگه وقتی اون رو ساخته باشید این قسمت گوگل اکانت شما اضافه میشه و خب ببینید دوستان واقعا عالی. خب حالا بریم ببینیم که واقعا آیا ساخت جیمیل از روی مرورگر سخت‌تر شده واقعا. خب بریم اینجا create account for personal use. خب ببینید تا من بهتون نشون بدم چقدر سخت‌تر شده. خب ببینید اینجا من یه اسم دلخواهی تایپ میکنم، پایینش هم یه چیزی میزنم. خب بعد اینجا نکست میزنم. خب نکست رو میزنم. خب من میذارم هرچی دلم میخواد. اینجا 01 میزنم روزو، ببینید یک خالی نباید بزنی. و اینجا مثلا 1920 میزنم، 1900 مثلا 23 میزنم. بعد جنسیت رو مثلا فیمیل میذارم، خانوم میذارم. این دفعه مشکل که نداره، هرچی دلم بخواد میگذارم. بعد اینجا میام چیکار میکنم، یه دونه از این جیمیل ها رو انتخاب میکنم، میخوام ببینید چی شده. یه پسورد دلخواهی من انتخاب میکنم، دوباره این شو پسورد رو میزنم، اینجا از اینجا کپیش میکنم. خب کپیش میکنم، دوباره این پایین میزنمش، همینو. بعد نکست میزنم. این پایین کانفرم میشه، تایید همون پسورد. دوباره این پسورد رو باید تایپش کنیم پایین. خب ببینید دوستان اینجا اون چیزی که من همیشه بهتون دارم میگم از اون ویدیوی من به بعد دیگه سخت‌تر شد. اینجا باید شما گوشی مبارک رو در بیارید از روی صفحه مرورگر کامپیوترتون یا مرورگر، خب اینو کپیش کنید. این میشه QR کد. و خب شما اینو QR کد که با گوشیتون نشه with your phone، یعنی با گوشیتون باید این QR کد رو اسکنش کنید. زمانی که شما این QR کد رو اسکن کردین بریم وارد مراحل جدید و بعضی چیزا توش مثلا هم نوشته که آقا بلوتوثتون روشن باشه. شما زمانی که این QR کد اسکن کردین از شما میخواد که صفحه گوشیتون رو مثلا قفل صفحه گوشیتون رو باز کنید. ببینید بعضی موقع میخواد اس ام اس ارسال کنه شما رو به نورمالی. میخوام بهتون یه چیزی بگم دوستان، این یکی از استپ های سختگیرانه جدید گوگل که در فرایند ساخت جیمیل ببینید چقدر واقعا سخت‌تر شده. و دوستان ماها بلدیم خیلی چیزا رو آموزش بدیم، ولی داستان اینه که هر چقدر ما ببریم جلوتر این ویدیوهای من آنالیز میشه. آنالیزم که بشه مراحل ساخت مثلا یه اکانت رو یا اگه ما مثلا دور زدنش رو آموزش بدیم سختگیرانه ترش میکنه. بنابراین این چیزا رو واقعا ما هنوزم بلدیم، هنوزم با اینکه جیمیل رو انقدر سختگیرانه تر کرده دارم بهتون نشون میدم که چجوری میشه اکانت ساخت، قسمت اکانت گوشیتون. و خب دوستان بعد از اینکه این مراحل اسکن کردید میرید مراحل نکست رو میزنید و شماره میخواد و بقیه چیزها. دوستان راه حل خیلی وجود داره.
ببینید اون دوست ما از ما خواهش کرد که مثلا ساخت جیمیل انبوه بهش یاد بدم. ساخت جیمیل انبوه باعث شد که این استپ های سختگیرانه تر به کار اضافه بشه. خب ببینید طبیعتا ما خیلی چیزا رو نباید اینجا آموزش بدیم، چون که استپ های سختگیرانه تری رو برای ورود به این داستان در نظر میگیرم. مثلا قسمت های مالی رو اگه ما بیام مثلا نحوه آنلوک کردنش یا واز کردنش رو بیام یاد شما بدیم، این قسمت ها رو گوگل آنالیز میکنه و سختگیرانه ترش میکنه برای دوستان. امیدوارم کانال خوب منو اولا که سابسکرایب کنید، بعد با جیمیلتون وارد بشید و سابسکرایب کنید، ویدیوهای منو ببینید، واقعا ویدیوها عالی است از هر زمینه. دوستان کانال تک فارسی 1 رو به دوستانتون پیشنهاد بدید، بعد انشالله که کانال انگلیسی هم بیاریم بالا برای خارجی زبان ها. و امیدوارم دوستان ویدیوهای من رو شیر کنید و نقش مهمی رو توی بازدیدگیری این ویدیوها داشته باشید. دست شما درد نکنه.